جون حالا برای یک مکافات عالی دیگر میدانداری میکنند. 30,000 سومانی کی بود؟ سعید جان 30,000 سومانی از نامی اسماعیل کریم برادر ورزش دوست رفقت محبوبی که فرزندی فرزانه یک شخص محبوبی که خیلی هم حاج قیوم را یادآور شدیم. امروز هم فرزندانش پیرو کار پدر هستند و به تربیت جسمانی و ورزش و گشتین محبت خاصه و الهیده دارند. تشکر اسماعیل جان، سلامت باشید، دستتان درد را نبیند. امروز که نوازش محبت سری پهلوانان را که سیله میکنید، این بسیار یک رمزی فتوت و جوانمردی است و رکن دیگر با وسیله معرفی آنها شما زمینه تمرین های بعدی اینها را مهیا میکنید. سپاس. خب همین دور باقی میمانه، همین لحظه ها بچه اعلان که ماشین از دقنی یه بار اعلان سازش کن دست اعلانش کن اعلانش کن سرزدی می شود اکه حافظ محمد رحیم سارخانو برنده مکافات عالی شاه جایزه دوم میدان شگناو شد. برای شاهجویزه شاهجویزه خیلی قانونی داره. شکر عبدالرحمن جان یک فرصت موسیقی جانبابا است یا لحظه هیجان‌آور و متمتم گوشتینگیری رو برپا کنید. رئیس میرزا انور جایزه 5,000 سومانی دیگر تحفه کردند. تشکر.